سلام بچه‌ها، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. اسم من است مهدی معطر و تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه 10 تا از بهترین کارتون ها که دیدم رو بهتون معرفی کنم. یعنی کارتون های مورد علاقه خودم هستن در واقع و از سایت یه جایی بر نداشتم. دستچین کردم و خیلیش ممکنه یادم نباشه. ممکنه کارتون های قشنگتری شما دیده باشین و تو این لیست نباشه. اگر این کارتون ها رو دوست داشتین، یعنی یکی از این کارتون ها مورد علاقتون بود، حتما برام کامنت بذارین. بگید کارتون مورد علاقه خودتون چیه، حتی اگه تو این لیست نباشه. اگر کارتون پیشنهادم میکنید بگید که ببینم، چون خیلی اهل فیلم و سریالم، تقریبا هر شب یه دونه میبینم. لطفا ویدیو رو لایک بکنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید. کلی ویدیو جدید تو راهه و ویدیو قبلی من راجع به سفرگردی و ایرانگردی بود. 3 تا استان میریم تو 3 قسمت مختلف. البته این بالا الان میاد، پیشنهاد میکنم اونا رو ببینید و اگر دوست داشتین اونا رو لایک بکنید. من از اسپویل کردم بدم میاد، اما خب برای اینکه برای شما جذابیت داشته باشه باید یه قسمت‌های از داستان گفته بشه. پس سعی میکنم قسمت‌هایی بگم که هم اسپویل نشه هم برای شما جذابیت داشته باشه. بریم. از شماره آخر شروع میکنیم. شماره 10 گود دایناسور. داستان این کارتون راجع به یه دایناسور ترسو است به اسم آرلو که اتفاقات زیادی توی زندگیش نیفتادن. همیشه پیش خانواده‌اش بود و در واقع یه جور سوسوله. یه سیل میاد، از خانواده‌اش جدا میشه و حالا باید برگرده دوباره پیش خانواده‌اش. توی این مسیر کلی اتفاقات جذاب واسش میفته که باعث میشه آرلو شخصیتش تغییر بکنه و حالا با یه بچه انسان هم مواجه میشه به اسم اسپات که نقش حیوان خونگیشو داره. کارتون شماره 9 هیولاها علیه بیگانگان. برو تو جیغ بزن. چیز جالب که راجع به این کارتون وجود داره داستانش نیست. در واقع داستانش شاید زیاد قوی نباشه. یه تیم دوبلوری خفن پشت این کارتون هستن که باعث شده این کارتون خیلی فام بشه. درود در کالاسکه. تنها راه نجات. درود در کالاسکه. تنها راه نجات زمین اینه که این سفینه رو قبل از ای بر پدر و مادر کالاسکه درود. داستان این کارتون راجع به حمله فضایی به آمریکا هستش و وقتی که آمریکا با حمله نظامی جواب نمیگیره به نتیجه میرسه باید از منطقه 51 استفاده بکنه. اگر نمیدونید منطقه 51 چیه، کسی ازش اطلاع نداره، میگن فضایی‌ها و هیولاها اینا رو توش نگه می‌دارن. حالا کی میدونه. منطقه 51 5 تا هیولا وجود داره: سوزان، حبه انگور، پروفسور سوسکه، رینگ و آقای ژله. نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز. کارتون شماره 8 گیسوکمند. یه برج رو تصور بکنید که از کل دنیا مخفی مونده و هیچ کس سالا بهش دسترسی نداشته. توی این برج یه پرنسس موبلند و خوشگل زندگی میکنه. یه سارق فراری به صورت اتفاقی اونجا رو پیدا میکنه، یعنی مسیر اشتباه میره و به اونجا میرسه. و وقتی این دختر رو میبینه این دوتا از هم دیگه خوششون میاد و تنها راهشون اینه که از اونجا فرار بکنن. پیشنهاد میکنم این کارتون هم با دوبله گلوری ببینید. سرپایین باز. کارتون شماره 7 کورالین. داستان این کارتون راجع به یه دختر بچه 11 ساله به اسم کورالین جونزه که همراه با پدر مادرش آرامششون رو توی شهر دیگه ول میکنن و مهاجرت میکنن به یه شهر دیگه و یه خونه قدیمی متروک رو میگیرن که از سطح شهر یه مقدار دور بوده. داستان دقیقاً جای شروع میشه که کورالین توی این خونه به یه در میرسه، یه در مخفی مرموز و کوچولو، و وقتی واردش میشه یه دنیای رنگارنگ و عجیب غریب رو پیدا میکنه که پدر مادرش اونجا خیلی مهربونتر هستن، همه چی اونجا بهتره، ولی این شروع دردسراش میشه. کارتون شماره 6 رنگو. داستان این کارتون راجع به یه مامولک خونگی به اسم رنگوه که البته این اسم رو جلوتر برای خودش میذاره و اون لحظه‌ای که فیلم شروع میشه همچین اسمی نداره. به صورت اتفاقی از روی ماشین پرت میشه داخل صحرای برهوت، صحرایی که هیچ آبی نداره. یه آرمادیلو اونجا هست که راهنماییش میکنه و اینو میفرسته سمت یه شهر به اسم خاک. تو این شهر مردمش به بی‌آبی و خشک بودن عادت دارن. خیلی مردم ساده‌ای هستن. رنگو میاد با چاخان و تخیلی که از خودش میبافه خودش قهرمان نشون میده، باعث میشه بشه کلانتر شهر و حالا باید تمام دردسرهای کلانتر بودن رو به جون بخره. وقت پیش توی اینستاگرام اگه یادتون باشه این کارتون ترند شد. خود کارتون نه ولی قسمت‌هایش. خانم لوبیا. خانم لوبیا؟ مردی؟ خانم لوبیا؟ لوبیا خانم؟ رسیدیم به نصف مسیر و این کارتون فوق‌العاده است. زندگی جدید امپراتور. اسمم کوسکوه.
امپراتور کوسکو. اوه یه. داستان این کارتون راجع به یه امپراتور به اسم کوسکو هستش که توسط وزیر بدجنس و پیرپاتالش که یه پیرزن زشته تبدیل به لامار میشه. اگه نمیدونی لامار چیه، لامار همون شتر هستن که تف میکنن. برای اینکه دوباره تاج و تختش رو پس بگیره، باید از یه شتربان به اسم پاچا کمک بگیره و تو این مسیر کلی اتفاقات جذاب میفته. چقدر تعریف کردم از قبلی‌ها، چقدر گفتم قبلی‌ها خوبن. ضرب در 5 بکنید این کارتون رو با دوبله ببینید. جلوی من پروبازی در نیارم، میذارم شلو پلت میکنم ها. کارتون شماره 4، ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی. داستان این کارتون رو خیلی دوست دارم و دوست داشتم واقعا همچین دستگاهی باشه. حالا میگم جلوتر دستگاه چیه. داستان این کارتون راجع به یه جزیره هستش تو اقیانوس. این جزیره مخترع دستگاه اختراع میکنه که آب رو تبدیل به هر غذایی میکنه، حالا فست فود باشه، اسپاگتی باشه، هر چیزی. این دستگاه اونطور که باید درست کار نمیکنه، میشه دردسر واسش میشه و حالا باید اون دردسر جمع بکنه. این کارتون تو سال 2009 و 2013 که قسمت دومش در اومد تولید شده. قسمت دومش با فرنگیز فکر میکنم خیلی معروف شد. کارتون شماره 3، فرار مرغی. این کارتون سال 2001 تولید شده اما به زمانش دقت نکنید، واقعا کارتون قشنگیه. داستان این کارتون توی مرغداری اتفاق میفته، جایی که مرغا عادت کردن به زندگی روتینشون، یعنی تخم میزنن و در نهایت تبدیل به سوخاری میشن. اما یه مرغ هست که زندگی خیلی بیشتر از این میبینه و دائما داره برای فرار تلاش میکنه. اسم این مرغ جینجره و توی این مسیر با یه خروس آشنا میشه که خروسه ادعا میکنه پرواز میکنه و میتونه بهشون پرواز کردن یاد بده. قسمت دوم این کارتون بعد از 22 سال تو سال 2023 تولید شده. یکی از کارتون‌های قشنگی هست که حتما باید ببینید. بزنید تو گوشش. کارتون شماره 2، شهر اشباح. آره میدونم انیمه‌ها با کارتون فرق میکنن، اما از اونجا که جای دیگه نداشتیم مجبور شدم تو همین لیست بذارمش. داستان این کارتون راجع به ارمیرا چیهیرو هستش که دختر بچه 10 ساله که همراه با پدر مادرش شهر دیگه مهاجرت میکنن. ارمیرا از اینکه دوستای قدیمیش رو دیگه نمیبینه ناراحته و همین باعث میشه که یه مسیر رو اشتباه برن. توی این مسیر میرسن به یه جنگل که یه مجسمه عجیب وجود داره توش و در نهایت میرسن به یه تونل به جای اینکه به شهر جدید رسیده باشن. بعد از گذشتن از تونل وارد یه شهر عجیب میشن که تمامی مغازاش بازن اما هیچ کدوم از صاحب مغازه اونجا نیستن. پدر مادر چیهیرو وارد یه رستوران میشن، اونجا شروع میکنن به غذا خوردن. چیهیرو از پدر مادرش فاصله میگیره، میره تو شهر دور میزنه و وقتی برمیگره یه چیز عجیبو میبینه. پدر مادرش تبدیل به 2 تا خوک شدن. شهر هم تو همون لحظات پر از اشباح میشه. کارتون مورد علاقه خودم و شماره 1، انیمیشن روح. داستان این کارتون راجع به یه نوازنده جاز به اسم جو گاردنر هستش که خیلی دوست داره معروف بشه و البته استعدادش هم داره و وقتی فرصتش بهش داده میشه تا یک اتفاق فوت میشه و از دنیا میره. جو وارد دنیایی میشه که اونجا روح‌ها آموزش میبینن و به زندگی علاقه‌مند میشن، اشتیاق به زندگی پیدا میکنن. جو مسئول روحی به اسم روح شماره 22 میشه. روحی که قبلا کلی از استادا روش تست انجام دادن و هیچ کدوم موفق نشدن این اشتیاق رو داخل اون ایجاد بکنن. اما جو مجبوره برای اینکه به زندگی و اون معروفیت خودش برسه باید 22 رو آموزش بده. این کارتون بی‌نظیره. این کارتون چجوری توصیفش بکنم؟ برید ببینید این کارتون حتما تا متوجه بشید من چی گفتم. رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین و لایک و سابسکرایب فراموش نشه. من مهدی معطر هستم و دوستتون دارم. پیس اوت. این کارتون تو سال 2009 تولید شد و تو سال 2009 کارتون تو سال 2009 تولید شده و تو سال 2010 جایزه بهترین انیمیشن سال نگرفت چون فقط نامزدش بود. باید پدر مادرش رو به زندگی عادیش بر بگردونه.